الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادری بزرگوار از اهل توحید سوال نمودند که آیا آن انسانی که 2 یا 3 فرزند دارد سلامتیش هم خوب هست، رزق هم دارد، اما بعد از سلامتی خوب بودنش، رزق و پول مال داشتنش، آیا میتواند که راهی فرزنددار شوی را بگیرد؟ یعنی انسان 2-3 فرزند دارد، خانه و در و جا و پول و مال دارد، اما میخواهد که دیگر فرزند نباشد. برای همین عائله همین 1 فرزند یعنی 3 فرزند کافی است. اولا ما میگیم که اصل در مسئله فرزنددار شوی این زیاد فرزنددار شوی است. سنت در مسئله فرزنددار شوی این زیاد فرزنددار شوی است. دلیلی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند، از رسول الله روایت شده است که میگویند زوج الولود الودود فانی مکاثر الامم یوم القیامه. ای امتی من، ای مردها، شما زنهای فرزند تولد کننده را، بسیار فرزند تولد کننده را، یعنی زنهای بسیار زاینده را، فرزنده را شما نکاح بکنید. یعنی پیش از زن گرفتن به همون مادری دختری که میگیرید بینگرید که چگونه مادر است، اهل عائلش چگونه است، همه زنهای فرزنده هستند یا که فرزندهای عقیم هستند، چگونه هستند. یا از یک خانواده زن بگیرید که زنهایشان فرزنده باشند، فرزندشان زیاد باشد. یعنی زنهای خوب را بگیرید که فرزندتان زیاد باشد، زیرا میگن من از زیاد بودن امتم در روز قیامت فخر میکنم. و این حدیث دلالت میکند که انسان تا میتواند باید به قدر و البته استطاعت خود فرزند خود را زیاد بکند، خصوصا وقتی که شرایط داشته باشید، پول مال داشته باشید. الحمدلله فرزند را زیاد کردن بگیرید، این خیر است. و البته هر یک فرزند را تربیت کردن این صدقه است و این عبادت است و این بهترین راه نجات است، موحد تربیت کردن. و البته وقتی که در یک خانواده فرزند زیاد می شود، در این حالت اگر همه خانواده های مسلمان همین چنین باشد، نصرت اسلام هم به وجود می آید. چرا؟ سوال می آید چرا که امروز ببینید تاجیکستان، ازبکستان، گرد و اطراف ما کافرها قاعده گذاشتند که و این چنین بینهایت پهن نمودند که فرزند اگر 1 دانه یا که 2 دانه باشد این خوب است، این افضل است، نگاه بینش خوب است. وقتی که یک خانواده مسلمان 2 فرزند دارد، 1 پسر 1 دختر، یا 2 دختر 1 پسر، یا 2 پسر و 1 دختر، این چنین، یا 1 پسر و 1 دختر، در این حالت یگان مادر و یگان پدر نمیخواهد که 1 پسرش را برای جهاد روانه کند. و مخصوص کافرها خواستند که امت اسلام هم فرزند را کم بکند تا که فرزنداش را در راه الله برای نصرت دین الله روانه نسازد، ارسال ننماید. و امروز برای همین پدران مادران به خاطر فرزندشان گریه دارند، ناله دارند، میگویند که حتی ترمه شود خوب است اما در راه الله نباشد. سببش این است که فرزند 1 تا دارد، اما وقتی که 10 تا فرزند باشد، وقتی که 5-6 تا فرزند باشد، در این حالت 1 نفر 2 نفر از فرزندان در راه الله عالم شدنش، در راه الله غازی شدنش البته هیچ باکی ندارد و یک تأثیری هم به عائله نمیآورد و این خوب است. و باید مسلمان همچنین نیت و مقصد داشته باشد. مسلمان نباید ضعیف باشد. فرزند را نباید فقط به خاطر دنیا تربیت بکند، بلکه به خاطر الله هم تربیت بکند. بارک الله فیکم. اما این از نظر افضلیت بود، این واجب نیست، این از نظر افضلیت بود. اما از نظر جایز بودنش البته جایز است. 1 مرد و 1 زن 2-3 فرزند دارد و خواهد که بعد از همین برای اینها همین فرزند کافی است، دیگر فرزنددار نشود، ما میگیم که ابورت کردن حرام است. بعد از به شکم آمدنش، بعد از اینکه نطفه به شکم رفته پیدا می شود، جنین زن 1 ماه، 10 روزه، 15 روزه کودک را هم ابورت کردن حرام است. اما پیش از نطفه را به جنین زن انداختن، مرد می تواند که احتیاط بکند و خود را نگه دارد. چخیلی که از صحابگان روایت است، کنا ننزل والقرآن ینزل، روایت صحیح است. صحابگان میگن که در این مسئله ما آب مردیمون را به چت خالی میکردیم در حالتی که قرآن در زمان رسول الله
نازل میشد و هیچ حرام نشد. یعنی وقتی که صحابگان به زنهایشان خوب و خز میکردند، علاقه جنسی علاقه جنسی میکردند، هم بستری میکردند، در این حالت وقتی که آب مردی نزدیک میشد، بر آمدنش آب مرد نزدیک میشد، در این حالت مرد آلت مردی خودش را از فرج زن میگرفت و آب منی مردی را نه به فرج زن بلکه به یک طرف خالی میکرد. یعنی احتیاط میکرد، میخواستند که فرزنددار نشوند. یعنی این حادثه در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به وجود آمده بود، اما رسول الله این کار را منع نکردند، قرآن منع نکرد. این دلالت میکند که جایز است. این دلالت میکند که جایز است و هیچ باکی ندارد. بارک الله فیکم. اما ما افضل رو به شما بیان کردیم و بعضی گفتند که ما در مهاجرتیم، به خاطر اینکه در مهاجرت عذاب هست، مشقت هست، یک خانه مستقل نداریم، خانه و در و جا نداریم، میخواهیم که در این حالت روح فرزند رو یعنی پیشگیری کنیم و فرزنددار نشویم. بارک الله فیکم. ما میگوییم به این برادران و خواهران که البته در هجرت و در غیر هجرت شما همیشه توکل به الله رب العزت و الجلال بکنید. فرزند، از رزق فرزند هیچگاه نترسید. از رزق فرزند نترسید. از ترس رزق پیش فرزند را گرفتن البته این دلالت میکند که عقیده همون انسان و همون خانواده و همون مرد و زن ضعیف است و از توحید بیخبر است. قسم به الله شما توکل به الله کنید. اگر فرزنددار شوید هم دانید که همین فرزند را توکل به الله اختیار کردید شد و رزقش را الله میتید، دانید که راه نجات و راه سعادت را در میابید و تمام مشکلی شما را الله حل میکند، چرا که حل مشکلی و پیدا کردن مشکلی در دست الله است. پس برادر عزیزم و خواهر بزرگوارم، یعنی ببینید ما چه خیلی که بیان کردیم، اگر موحد باشید این گونه چیزها پیش روی شما را نمیگیرد. اما اگر 3-4 فرزنددار شدید، نخواستید که فرزنددار شوید یا یک وقتی معین خواستید که در یک وقتی معین 2-3 سال کمی بی فرزند باشید، در این حالت احتیاط کردن جایز است. بارک الله فیکم.